جمعه بود، پیام بعدیشون 2 مرتبه تو همون روز جمعه بود، روز شنبه، روز یک شنبه، مجموعاً 5 پیام فرستاده بودن و خب ما پاسخی به این پیام ها نداده بودیم و من به دوستان وزارت خارجه گفتم که من وقتی وارد نیویورک شدم اون وقت من تصمیم میگیرم و شبی که وارد شدیم پیام بعدی و صحبت‌های بعدی. در نهایت این ملاقات صورت نگرفت به دلیل اینکه نسبت به همه ابعادش و زوایاش فرصت توافق رو جزئیات نبود. بعد صحبت این بود که مثلا یک ملاقات کوتاه چند دقیقه‌ای بین من و رئیس جمهور آمریکا در راهروهای مثلا مجمع عمومی یا در یکی از جلساتی که ما شرکت داریم، که این هم خیلی من موافق نبودم با این کار و به هر حال عملی نشد. در مجموع این بحث دو طرف البته ادامه داشت به صور مختلف. بعد از روز سه‌شنبه یک جوی در رسانه‌های آمریکا شروع شد و اون این که ایران در این سفر آمریکا را تحقیر کرده و یا بعضی از رسانه‌ها با این تعبیر که روحانی دست رد به سینه اوباما زد، کاخ سفید در این سفر تحقیر شد. من از این حرکت و از این روند رسانه‌ها که البته شاید یه مقداریش طبیعی بود، یه مقداری مخالفین دامن می‌زدن یا خود اسرائیلیا دامن می‌زدن، خیلی خوشحال نبودم، ولی در یک مصاحبه‌ای گفتم که اساساً بحث تحقیر مطرح نیست و درخواست یک ملاقات بوده. ما علل اصول با ملاقات مخالفتی نداشتیم، اما زمینه‌های لازم، مقدمات لازم، شرایط لازم برای این ملاقات فراهم نشد. این ملاقات مهم بود چون بعد از 35 سال برای اولین بار دو رئیس جمهور می‌خواستن پای میز مذاکره بنشینن و این کار آسون نبود. به هر حال در این تلفنم با آقای اوباما گفتم ما 35 سال گذشته بین ایران و آمریکا فضای بسیار تاریکی وجود داره، مسائل بسیار زیادی بوده، مردم ما در موارد مختلف با اعمال آمریکا مخالف بودن. این مسئله ایران و آمریکا مسئله نیست که در کوتاه مدت بخواد قابل حل باشه. او هم در جواب گفت منم گفتم و دارم میگم این مسئله یک شبه حل نمیشه، ما نیاز به زمان داریم. عمده بحث ما در تلفن راجع به مسئله هسته‌ای بود و تأکید